آدم و حوا، طوفان نوح، قصه اصحاب کهف. این گونه قصه هایی که در حکایت آن همه دین ها مشارکت دارند، افسانه باشند که انسان از پیش خود بافته است. این تصورات است که اتئیستان درباره دین دارند، تصوراتی که طبق آن دین جز خیال چیزی دیگر نیست و انسان خود آن را از پیش خود بافته و ساخته است. دینی ساخته و قصه های بافته، افسانه های خیالی، این همه را انسان در نتیجه ترس خود از هستی و بزرگی آن بافته برآورده است. مادامی که مسئله چنین است، پس سوال به ما می آید که برای چی انسان دینها را از پیش خود بافته است؟ برای چی انسان برای خود خدا ساخته است؟ و برای چی بعد از اون که برای خودش خدا ساخت با همین اکتفا نکرد و بلکه باز درباره پیامبران و کتاب‌های مقدس و فرشتگان افسانه‌های دیگر بافت؟ و بعد همه این برای چی بهر خودش باز قوانین و وظیفه‌ها و عبادت‌های مقرر نمود که برای انجام آن ثواب و برای ترک آن جزا ببیند؟ باز برای چی سری خود را برای پرستش خم نمود؟ برای چی احساس نمود که به سجده کردن و رکوع نمودن به خداوند حکیم و دانا احتیاج دارد؟ البته میتوان گفت که مجرد احساس ترس از هستی و یا نگرانی از صدای رعد، آشنا نبودن با طبیعت به چنین حالتهای انسانی سببگار میشوند. ولی حقیقتی که مورخان دینشناس چنانچه عالم معروف محمد عبدالله دراز در کتاب خویش دین قید نمودند بر آن اتفاق دارند، این است که یگان جماعت انسانی وجود ندارد که به دنیا آمده، زندگی کرده، بعد از جهان رفته و ولی درباره آغاز و انجام انسان، درباره سبب و علت پدیده و رخدادهای هستی اندیشه نکرده و عاید به این مسئله ها به یک اندیشه معین نامده باشد. این چیز پدیده دین را به یک مسئله تبدیل می‌دهد که در تاریخ بشریت ریشه دوانده و بیشتر از آن برابر خود انسانیت و هستی دارد. گریز از درد و علم عقل. وقتی اتئیستان دین را طبق معیارهای متریالیستی و یا انگیزه‌های روانی و یا اجتماعی و سیاسی تفسیر میکنند، همیشه از اساسهای فطری و عقلی که پیرامون ایمان وجود دارد صرف نظر می‌نمایند. آن اساسهایی که با مرور زمان و تغییر مکان هیچ دیگرگون نمیشوند. مثلا انسان پیوسته سوی آسمان دلکشالی دارد، به عبادت شوق دارد، علاوه بر آن که خود هستی دلالت برام میکند که آفریدگار این همه هستی را به این نازکی و دقت به حد به وجود آورده است. این همه احساسات دینی که در وجود انسان نهان است و در طول تاریخ بشری با وجود پیشرفت علم و مدنیت نوابسته از جنس و محل و سطح دانش لحظه از اوج دانه شده است. اینها همه حقیقت هایی می باشند که اتئیستان سبب بودن آن را شرح داده نمی توانند. آنها تلاش نمودند که آن خالگی که شخص به داشتن دین احساس میکند با فرضیه های ممکنه پر نمایند. حتی کار به حد رسید که علمی دروغینه پیدا کردند که آن به افسانه های پیش از خواب کودکانه شباهت داشت. این چنین عقده ادیپ که زیگموند فروید پیشنهاد کرده است و یا اِوولوسی بی‌بندوبار که گین دیگری پدید آورد که آن را گین خدایی نام کردند، چنانچه داکنز در کتاب خود خیال خدا آورده است. بنابراین برای آنها هر چیزی که دینداری را در حیات انسان به اساس می‌گرداند مقبول پذیرفتنی است، اگرچه آن خرافات هم باشد. ولی تفسیر دینداری به چنین شکلی که دین حقیقتی است که از جانب الله نازل شده است به هیچ وجه از طرف اتئیستان قبول شدنی نیست. مغالطه مرد خوسه. اتئیستان در ادای وظیفه مقدس خویش که عبارت از مبارزه با دینها است همیشه دندان تیز میکنند، زیرا به ادعای ایشان دینها یک عملکردهای غیر عقلانی میباشند که نمونه برجسته آن در پرستش گاو و سنگ و درخت و انسان انعکاس مییابد. از اینجا معلوم میشود که خدا وجود ندارد، ولی مسلم است که همین دین بود که آمده مردم را به کاربرد عقل و ترک چنین زلالت ها دعوت کرد. این نقطه همیشه از مد نظر اتئیستان ناپدید میماند. دین آمد تا مردم را از پرستش بندگان به پرستش خدای بندگان انتقال دهد. آمد تا به مردم بفهماند که پرستیدن شخص مثل خودشان کار بی اساس و باطل می باشد. آمد تا آنها را از سجده کردن به بت یا سنگ یا حیوان باز دارد. آمد تا قبر پرستی را من نماید. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا
والله هو السميع العليم. اسلام آمد تا انسان را از بندی چنین خرافات رها کند. او به ایمان راستین به درستی راه یابد و از تاریکی ها به روشنایی برآید. مسئله چنان نیست که اتئیستان ادعا میکنند که این انسان دینها را از پیش خود از آن سبب ساخته است که او از این پدیده های طبیعی از قبیل رعد و برق، درد و الم و مرگ او را احاطه نمودند میترسد. زیرا اگر انسان برای امان یافتن از این خوف و خطرها به خدای نیاز داشته باشد، پس آیا به یک دین کامل و آیین و عبادت‌های معین نیز احتیاج داشت تا به امن و آسودگی برسد؟ چرا انسان برای برآورده کردن نیاز خود در حد ساختن یک دین خالص باز نایستد؟ دینی که نه امر دارد و نه نهی و نه عبادت دارد و نه آیین. آیا می شود تصور کرد که انسانی که از خوف و خطری نامعلوم و مبهم گرفته برای خود امان میکابد، برای خود دینی غیبی سازد که او را با عقاب و جزا در آخرت تهدید میکند؟ از او طلب میکند که لذات دنیا را ترک نماید، از راحت جان و جسد دست کشد، نماز خواند، زکات دهد، جهاد کند، با ظالمان مبارزه برد، مال و جانش را دریغ ندارد. بعداً چرا انسان بعد از آن که به این پدیده های طبیعی عادت کرد، یا پس از آن که فلسفه های زمینی بروز کردن و انسان به تفسیر چیزهای در اطرافش بوده قدرت بی سابقه پیدا کرد، دین از بین نرفت؟ آیا اتئیستان ادعا ندارند که علم همه اسرار را کشف نموده و به همه معماها جواب داده است و دیگر نیاز به دین نمانده تا این وظیفه را اجرا نماید؟ پس اگر چنین است، برای چی علم به سوالهای اصلی هستی انسان پاسخی ندارد؟ برای چی هر باره که انسان پیرامون طبیعتی در اطرافش بوده معلومات بیشتر مییابد، پیش آن احساس عاجز بودنش زیادتر بگردد و به یک تفسیر بیرون از حدود هستی مخلوق محتاجتر می شود؟ صدای سیاست و سازش جمعیت. اینجا شبهه دیگری نیز هست که اتئیستان آن را به تکرار میگردانند. دین تنها به خاطر آن ساخته شده است که با یاری آن حاکمان و پادشاهان و ثروتمندان خلق را اداره نمایند. من بعد با مرور وقت آن به یک سازش اجتماعی میان افراد جامعه مبدل میگردد تا بشریت آن را بشعورانه از یک نسل به نسل دیگر به میراث دهند. یا به عباره مارکس، دین افیون خلق است. ولی این شبهه در مقابل حق استادگری کرده نمیتواند. دین راستینه که آمد تا میان مردم در نزد خدا برابر بودن همه را تامین نماید. عربی بر عجمی برتری ندارد مگر با تقوا. دینی که درباره فضل بیچارگان و کمبغلان بسیار گفته است، تاکید نموده است که حق ایشان در دنیا و آخرت محفوظ است. وگرنه برای چی اسلام بایها را امر نمود که از مالهاشان حق کمبغلان و بیچارگان را جدا کنند؟ چرا از مردم طلب کرد که مخلوق را به مرتبه خدایی نبردارند، اگرچه آن مخلوق پیامبری باشد که این دین را آورده است؟ برای چه پیامبر از جنس فرشتگان نشد، بلکه بنده خدا و فرستاده او بود؟ انا بزرگترین مردی که تاریخ انسانیت میشناسد میان پیروان خود ایستاده به اصرار میفرماید: مرا چنانه که نصرانیان پسر مریم را تعریف میکنند تعریف و ستایش نکنید، بلکه من یک بنده ام، بنده خدا و فرستاده او بگویید. وقتی از عالم میگذرند از مال دنیا چیزی باقی نمیگذارند، بلکه جوشن خود را بر عوض مقدار از جو نزد یهودی به گرو میگذارند. اگر دین به خاطر خود را از دیگر بالا گرفتن و به آنها دست یافتن باشد، مسلمانان اولی چگونه به قومهای خود دشمن شدند، از دین و عقیده آنها بیرون شدند، خود را برنج و کلفت دچار کردند، به خاطر آن عقیده هاشان که به آن ایمان آورده اند و به رسالت پیامبر آن باور کرده اند از کشور رانده شدند. اتئیسمی در حیرت مانده. اتئیستان میگویند که انسان انگیزه های زیادی دارد که او را وادار به آن میکند که پایبند به دین باشد، ولی این همه انگیزه ها غیر عقلانی می باشد. چنانچه والتر میگوید اگر خدا وجود نمی داشت ضرورت به آن بود که خدای ساخته شود. ولی وقتی ما پیرامون این انگیزه ها تأمل میکنیم میبینیم که آن از آن چی بیشتری مادیگرایان در تفسیر خود عاید به دین مطرح میکنند چقرتر و مبرمتر به نظر میرسد. ما به یقین میدونیم که این انگیزه ها در وجود انسان اصلی و حقیقی اند و به اندازه این دانش همان باز میدونیم که انسان عاجزتر از آن است که از پیش خود
دین کامل و شامل ساخته تواند. دینی که همه جنبه های حیات را فراگیر باشد. دین مانند اسلام که دین خداوند برای تمام بشریت است. اتئیسم و بیخدایی در زمان معاصر به حد مغرور و ابله شده که به دست بالا شدن در مقابل آفریدگار اکتفا نمی کند، بلکه می خواهد تا خود آفریدگار خدا نیز باشد. از اینجاست که مرگ بر انسان اینقدر حق ناشناس است.